میدونستی اگه یه نفر گاه به گاه بهت محبت بکنه و بهت توجه بکنه اما بیشتر وقتا باهات سرد، خشن و بی‌اعتنا باشه، شما رو به خودش معتاد میکنه و ترک کردنش کار سختیه؟ اینو بهش میگن پلیده شرطی سازی و قربانی رابطه به رفتارهای محبت آمیز کمی که باهاش صورت میگیره به چشم پاداش بزرگ نگاه میکنه و با خاطر به دست آوردن دوباره همین محبت و توجه کم تو رابطه میمونه. یعنی ترکیب رفتارهای بیرحمانه و ظالمانه با هر از گاهی محبت و توجه برای شما یه پیوند اعتیادآور روانی ایجاد میکنه. یعنی شما لحظات خوب و محبت آمیز یا همون دوره ماه عسل بعد از عذرخواهی فرد آزارگر رو به چشم پاداش میبینی و لحظات بعدت رو به عنوان بهایی برای رسیدن به پاداش بعدی میبینی. یعنی شما به این باور میرسی که اگر بخوای دوباره محبت و توجه رو از این شخص بگیری باید حتما یه رفتار بد یا توهین‌آمیز ازش ببینی و حتی خوشحال هم میشی، چون میدونی بعدش عذرخواهی و توجه دوباره سراغت میاد. یعنی دیگه شما تو یک قلاب گیر میکنی که در اومدن ازش خیلی سخته. اما راه حل چیه؟ اول از همه مواجهه با ترس از تنهایی و کمک نگرفتن از فرد آزارگر. یعنی شما با این ترس که اگر نباشه من چی میشم کنار بیایی و کم کم روی خودت کار بکنی و بعد از اونم قطع کامل ارتباط تا مغز شما فرصت پیدا بکنه وابستگی شیمیایی عاطفی رو کم کم ترک بکنه.